اگه شما هم شکم تخت و بدن فرمدار دغدغه‌تونه اما دسترسی به وسایل گرون قیمت باشگاه ندارید یا صرف هزینه و زمان زیاد برای رسیدن به باشگاه براتون سخته، این ویدیو برای شماست. من داوود ذبیحی، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش با 15 سال سابقه مربیگری فیتنس، یه چالش رو با عنوان شکم تخت طراحی کردم که توی اون با هم گرم میکنیم، با هم کامل تمرینات رو انجام میدیم، سرد میکنیم و برای رسیدن به هدفمون تلاش میکنیم. ضمناً اگه اضافه وزن زیاد یا چالش حرکتی داری، میتونی تو این چالش با ما همراه باشی، چون در کنار هر تمرین سختی که من انجام میدم، تمرین ساده ترش برای شما توی ویدیو به نمایش در میاد. پس اگه آماده ای بریم برای روز ششم چالش تخت. 8 تا تمرینی که توی چالش روز ششم انجام میدیم. تمرین اول پوشاپ هست. برای اجرای پوشاپ سعی کنید بدنتون رو توی خط مستقیم نگه دارید. کف دستا تو راستای سینه و زاویه بازو با تنه 45 درجه باشه. کامل سینه رو تا یک انگشتری وجبی زمین پایین میبریم و میایم بالا. اگه این حرکت براتون سخت بود و نمیتونستین 30 ثانیه رو انجام بدین با ما، روی زانو حرکت رو انجام بدین. برای تمرین دوم کامل روی پشت دراز میکشم، دست و پا عمود به زمین و زاویه 90 درجه با زمین، دست و پای مخالف از هم دور میشن تا سطح زمین و نزدیکیش میرن. مکس میدم 1 2 3 4 5 به نقطه شروع برمیگردم و دست و پای مخالف شروع به حرکت میکنن. برای تمرین سوم حرکت سوپرمن رو 30 ثانیه انجام میدیم، به این صورت که کامل روی زمین دراز میکشم، دست‌ها شبیه وای و پاها یه مقدار از هم با فاصله، دست و پا رو از زمین جدا میکنم و 30 ثانیه نگه میدارم. اگه این حرکت براتون سخت بود، دست و پا روی زمین میذاریم، دست و پای مخالف رو با 5 ثانیه مکس بالا از زمین جدا میکنیم. برای تمرین چهارم حرکت اسکوات تو نی تو البو رو انجام میدم. حرکت اسکوات رو انجام میدم و نقطه بالا دست و پای مخالف رو به هم میرسونم. و برای حرکت پنجم و نهاییمون حرکت جامپ روپ یا طناب زدن رو انجام میدیم. اگه طناب در اختیار نداشتید مثل من میتونید شادو بزنید یا دقیقاً مثل طناب زدن تمرین رو انجام بدید. اگه آماده این بریم برای گرم کردن. برو بریم. تمرینات روز ششم رو گفتیم، با هم میریم برای گرم کردن. برای تمرین اول دستا رو روی شونه میذارم، چرخش به جلوی کتف و 12 تکرار انجام میدم. تمرین دوم چرخش به عقب هست. آماده باشید بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. بریم برای تمرین دوم چرخش به عقب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمرین دوم رسوندن دست‌ها زیر پا به هم. پا رو میارم بالا تا زاویه حداقل 90 درجه و دست‌ها رو زیر پا به هم میرسونم. 30 تکرار. بریم. 1 2 کمر صاف. 3 نفس رو خالی میکنم با بالا آوردن پا بالا. ماشاءالله. آفرین به شما. 10 تکرار دیگه با هم بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برای تمرین سوم روی زمین دمر دراز میکشم، دست‌ها زاویه 90 درجه کنار بدن، دست‌ها رو بالا میارم، 3 ثانیه مکس میدم و میرم پایین. W استایل.
12 تکرار. بریم 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3 11 و 1 2 3 12 تکرار. برای تمرین بعدی چرخش کمر رو انجام میدیم. موافق حرکت عقربه های ساعت 12 تکرار. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. مخالف این حرکت رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تکرار دیگه. 1 و 2. دستا رو روی پا میذارم، زانوها رو 10-15 درجه خم میکنم به جلو، پاشم جدا نمیشه، برمیگردم تو حالت صاف زانو. 12 تکرار. بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. برای تمرین بعدی گرم کردن روی پنجه‌هام به سمت جلو راه میرم و عقب. 20 تکرار. بریم. با توجه به مسافتی که داری چند قدم میتونی جلو بری و چند قدم هم به سمت عقب. برای تمرین بعدی روی پاشنه به جلو حرکت میکنم و به پشت. 4 قدم به جلو، 4 قدم به پشت، 4 مرتبه. باریکلا به شما. آفرین. میریم برای تمرینات اصلی. 20 دقیقه تمرین اموم یا HIIT با قدرت و انرژی شما. راند اول، حرکت اول 30 ثانیه پوشاپ، 30 ثانیه استراحت. اگه نتونستی قرار شد روی زانو انجام بدی حرکت. باریکلا به شما. 30 ثانیه استراحت میکنیم. چالش سختی پا گذاشتی. روز ششم چالش شکم تخت. 5 الی 10 ثانیه مونده بود به حرکت، به شروع حرکت بعدی. باید آماده شیم و پوزیشن حرکت جدید رو به بدنمون بدیم. حرکت بعد دد باگ هست. 10 seconds. 3 2 1. کمر کاملا چسبیده به زمین. دست و پای مخالف از هم دور میشن. یه مکس میدیم. تمرکز کامل روی عضلات شکم چسبیده باشه. و به محض اینکه 30 ثانیه تموم شد میتونی استراحت کنی. سی ثانیه از این حرکت هم انجام دادیم. حرکت بعدیمون سوپرمنه. کامل دمر روی زمین دراز میکشم، دست و پا رو بالا میارم. اگه برات سخت بود دست و پا رو به صورت متناوب از زمین جدا میکنی. 5 شماره مکس میدی، 5 شماره استراحت. 10 الی 5 ثانیه مونده به حرکت. آماده میشم با شمارش معکوس تایمر. 3 2 1 میرم بالا، دست پا رو نگه.
3 2 1. باریکلا به شما. زمان 30 ثانیه استراحتمون رسید. داریم راند اول رو به خوبی پشت سر میذاریم. تمرین بعدی اسکوات، نی تو البو. اسکوات، نی تو البو. 10 seconds. 10 ثانیه مونده. آماده شین. پاها اندازه عرضشونه باز. 3 2 1. Let's go. اسکوات، نی تو البو. با هر سرعتی که تونستی با ما همراه شو. وقتی که پایین میری بیشتر فشار روی عضلات پایین تنه و رسوندن آرنج به زانو باعث تقویت عضلات مرکزی و شکمت میشه. به همین راحتی حرکت چهارم هم پشت سر گذاشتیم. 30 ثانیه استراحت. تمرین بعدی جامپ روپ. اگه وزنت خیلی بالاست میتونی این حرکت رو به صورت درجا زدن انجام بدی یا حتی فقط بلند کردن پاشنا با هدف اینکه ساق پاهات قوی شه. طول عمر بیشتر، سلامتی بیشتر با پای قوی تر. بریم. دم و بازدم رو کاملا به صورت طبیعی حفظش کن. باریکلا. شاداب باش. ماشاءالله به تو. 15 ثانیه رو پشت سر گذاشتیم به همین راحتی. کنترل داشته باش رو حرکتت. دم و بازدما مرتب انجام بشه. 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 2 و 1. میتونی نفس بگیری. یه راند رو با هم به راحتی تموم کردیم. آفرین به شما. آماده میشیم برای راند دوم. میتونید تو این زمان مونده یه جرعه آب بنوشین. تمرین اولمون شنا سوئدی بود. 10 seconds. 5 ثانیه مونده به حرکت. آماده میشیم برای شروع اون. زانوها رو به زمین، دستا تو راستای بدن. بریم. 1 2 باریکلا. 3. آفرین به شما. کنترل داشته باش رو حرکت. شکم صفر، کمرت نیفته. باریکلا. فقط 4 ثانیه. باریکلا. آفرین به شما. دمتون گرم. استراحت ها خیلی سریعتر از تمرین 10 میگذره. seconds. آماده میشیم. 5 ثانیه برای شروع حرکت بعدی زمان داریم. دد باگ، سر روی زمین، کمر چسبیده. بریم. عکس پایین میتونه حرکت رو با کیفیت تر کنه. این هم از این. 30 ثانیه از این حرکت هم به راحتی پشت سر گذاشتیم. 15 ثانیه تا شروع حرکت سوم سوپرمن برای تقویت عضلات زنجیره خلفی. یه جورایی از بالای سر تا پاشنه رو این حرکت تو عضلات پشتی درگیر میکنه. برو بریم. Let's go. شروع شد. دم و بازدمت رو رعایت کن. سر تو راستای بدن، چونه کمی جمع. پاها رو از زمین جدا کن. دستا جداست از زمین. خیلی حرکت مفید و خوبیه. باریکلا به شما. دممون گرم که داریم از این تایم و زمان از اینستاگرام اومدیم بیرون و
به جاش ورزش میکنیم. اینم از این 30 ثانیه. حتما میدونید که ورزش کردن فقط برای کم کردن چربی بدن نیست و خیلی فواید داره. علاوه بر این که فوایدش روی جسم ما تاثیر داره، کاهش چربی، افزایش قدرت عضلات، افزایش استقامت، تاثیرات روانی مثبتی هم داره. بریم برای تمرین چهارم. Let's go. اسکوات نی تو البو. برو بریم. یه بار پای راست، یه بار پای چپ. باری کلا باش. اینم از 30 ثانیه حرکت چهارم. 30 ثانیه میتونی استراحت کنی، کمی آب بنوشی. اونایی که توانایی تناب زدن دارن میتونن با کنترل، اگه وزن زیادی ندارن، تناب اجرا 10 کنن. seconds. ما با هم آماده میشیم برای حرکت حالت تناب یا جامپ روپ. 3 Let's 2 1. تقویت قلب و روح، تقویت استقامت، تقویت عضلات پا، ساق پا، کف پا و کاهش چربی احشایی و شکم پهلو. برو بریم. به همین راحتی 20 ثانیه جامپ زدی، پرش داشتی. اگه درد زیادی توی قسمت جلوی ساق پات بود، تمرین رو متوقف کن و فقط حرکت ساق پا رو انجام بده. رفتیم تو استراحت. باریکلا به شما. راند دوم به راحتی پشت سر گذاشتیم. فرصت داریم نفس بگیریم، یه مقدار آب بخوریم، آماده بشیم برای سومین 30 ثانیه شنا. تعداد افراد کمی هستن که بتونن این حرکت رو مثل شما انجام بدن. Let's بریم. go. این هم از این ثانیه شنامون. نفس میگیریم، آماده میشیم برای حرکت دد باک. ده ثانیه میده به شروع حرکت. وضعیت بدنم رو درست میکنم. 10 seconds. دست و پا عمود به زمین، زاویه زانو 90 درجه، شکم چسبیده. Let's go. شروع میکنم. باریکلا شما. کامل نفس میگیریم، آماده میشیم برای تمرین سوم، سوپرمن. خیلی خوب پیش رفتین ها. راند سوم به همین راحتی. 10 seconds. 10 ثانیه مونده به شروع حرکت و تموم شدن استراحت این راند. وضعیت بدنم رو درست میکنم. 3 2 1. Let's go.
30 ثانیه هم حرکت سوپرمن رو انجام دادیم به همین راحتی. یه قدم مفید دیگه برای سلامتی بدنمون برداشتیم. آماده میشیم برای اسکوات D12. 10 ثانیه مونده به شروع 10 حرکت. seconds. دستا کنار گوش. 3 2 Let's 1. go. یه اسکوات، رسوندن آرنج و آرنج به زانو. این هم از 30 ثانیه حرکت چهارم راند سوم. 15 ثانیه مونده تا شروع حرکت مورد علاقه خیلیاتون، جامپ روپ یا تناب زدن. 10 seconds. نفس میگیرم کامل، دم و بازدم. 3 ثانیه، 2 ثانیه، Let's 1 go. ثانیه. شروع می‌کنم. باریکلا به شما. شکم تو با کنترل بدون پرش زیاد که نتونم فرود رو کنترل کنم. این حرکت رو به خوبی انجام میشه داد. پس با کنترل باید فرود بیای تا آسیب نبینی. این هم از پایان راند سوممون. 30 ثانیه استراحت داریم. آماده میشم برای راند آخر و نهایی. یادتون نره حتما همراه باشید، چون از اینجا به بعد چربی سوزی 10 چند برابر. seconds. میتونم بگم راحت 2-3 برابر راند اول بدنتون چربی میسوزونه. 3 2 1. Let's go. حتما میدونی که باید چه حرکتی انجام بدی. رکوردتو بزن. حرکت چالش برانگیز امروز روز ششمم 4 راندش انجام شد. نفس بگیرین، میریم برای حرکت دوم. 10 seconds. برداک. 10 ثانیه مونده بدنم آماده میکنم. 3 2 1. Let's go. و پایان حرکت دوم برداگ. حرکتی که فوق‌العاده است، نه آسیبی داره. هر چقدر عضلات کورت قوی تر بشه فشار از روی پاها و کمر برداشته میشه و تسلط بیشتری داریم. بریم برای تمرین سوم. یه سوپرمن قوی بهتر از راندهای قبل. برو بریم. 3 2 1. Let's go.
ماشاءالله. فقط 2 تا حرکت. روز 4 چالش شکم تختمون هم تموم شه. باریکلا به شما. 3 ثانیه مونده بود. شروع میکنیم حرکت رو. اسکوات، نی تو البو، نی تو البو، اسکوات. برو بریم. 1 2 یه دونه زیاد زدم اسکواتمو. جای پاها رو به اندازه عرضشون رو از هم باز میذارم. این هم از 30 ثانیه حرکت 4. یه جامپ روپ مونده و میریم برای سرد کردن. باریکلا، آفرین به شما. افتخار میکنم به همتون که دارید با من تمرین میکنید و قطعا هم نتیجه میگیرید. راستی رژیم پایانی ویدیو یادتون نره و این ویدیو رو بفرستید برای دوستاتون که با شما هم مسیر بشن. 3 2 1 باریکلا به شما. تموم شد تمرین روز چالش. روز چالش 6م چالش. با هم میریم برای سرد کردن. دمتون گرم. برای حرکت اول سرد کردن دستا بالای سر، کشش رو اجرا میکنم. سمت راست، سمت چپ، دستمو میذارم جلوی بدن، چند ثانیه کشش، بعدش چرخش تنه رو بهش اضافه میکنم. دست رو عوض میکنم، جلوی سینه نگه میدارم دست راستو. دمو بازم تو حرکات کششی به صورت طبیعی و نرمال انجام بشه. میرم برای بالا بردن دستا و همراه چرخش مچ پا و دمو بازدمای عمیق‌تر. به آهستگی بیام ساق پامو بغل میکنم، 5 ثانیه مکس میدم. عضلات کمرم کامل توی کشش و استراحت قرار میگیره. نفس میگیرم، نفسمو خالی میکنم. یه بار دیگه این حرکت رو انجام میدیم با هم. واقعا بهتون افتخار میکنم. دم همتون گرم. آفرین. باریکلا که این تمرین‌ها رو به خوبی انجام دادید با من و اینم آخریش بود. حتما این ویدیو رو بفرستید برای دوستاتون که همچین هدفی دارن، میخوان شکم تخت، بدن آماده، فرمداری داشته باشن ولی دسترسی به وسایل گرون قیمت باشگاه و صرف زمان و هزینه زیاد براشون چالشه. خیلی دوست دارم که با من همه همراه بشن تا این خانواده رو هر چقدر بشه بزرگترش کنیم. موفق باشید، مراقب خودتون باشید.